بانک ملی قزاقستان پیشنهاد کرده است که آویزه‌های الکترونیکی که قرب اسعار را نشان می‌دهند از راه و خیابان‌ها کنده شوند. در طرح بانک ملی آویختن چنین آویزه‌ها حتی در درآمدگاه نقطه‌های عوض پول نیز ممنوع دانسته می‌شود. مقامات قزاقستان میگویند با این راه پیش راه حناتان، قلابان و آنهایی که بر دروغ قرب دلار و روبل را بالا میبرند گرفته می‌شود. از سوی دیگر چنین آویزه‌ها به خطری حرکت در راه را خلل‌دار می‌کنند و توجه رانندگان و پیاده‌گردان را به طرف دیگر می‌برند. از این حساب طرح قرار پیش بینی می‌کند که آویزه‌های خرید و فروش اسعار تنها در داخل بینای نقطه‌های فروش اسعار جایگیر کرده شوند. بانک ملی برای این گفته‌اش که آویزه‌ها حرکت را در راه به خطر می‌اندازند هیچ دلیل نآورده است. وزارت کارهای داخلی قزاقستان نیز این را تصدیق نمی‌کند. این نهاد سببی اصلی صدمه‌ها را سرعت بلند حرکت، رانندگی در حالت مستی، راه ندادن به پیاده‌گردان و سبقت نادرست در راه‌ها دانسته است. هیچ خبری رسمی که سببش آویزه‌های الکترونیک کنار راه باشند نشر نشده است. توجه جلب نمی کنند. یک نگاه میکنیم و گذشته می رویم. قرب دلار را دانستن خوب است چون دلار میخرم. اگر برای کسی ضرور است که قرب اسعار را بداند در جای ضروری به آن نگاه میکند. این هیچ خللی نمیرساند. تصمیم برچیدن آویزه‌های الکترونی را کارشناسان در آن می‌بینند که هر لحظه پایین رفتن قرب پول ملی ساکنان را عصبی می‌کند و بانک ملی می‌خواهد این روند را از چشم اکثریت پنهان کند. رسول رسمنبتوف کارشناس میگوید فکر میکنم که آنها به خاطر کم کردن عصبانیت مردم این کار را میکنند. هر لحظه پایین و بالاروی قرب را میبینند. هرچند حالا قرب تنگه خوب است. به فکرم نباید زیاد واهمه کرد و از چندان بد نیست، ولی از 500 پایین رفتن این بر زیان است. پول ملی قزاقستان در برابر دلار کمی پایین رفته است، ولی کارشناس رسول رسمنبتوف رفتار بانک ملی را بی منطق می‌داند. اکثر ساکنان آویزه‌های الکترونی در کوچه و خیابان‌ها را یک راه معمولی آگاه کردن مردم می‌دانند.